عمر؟ چی خیلی این کار را کردی ها؟ چی خیلی؟ پسرم چی میگویی؟ بیا با داخل درو با آرامی صحبت کنیم. با کم ملیسا با ماشین زده است تو باشد روی پوچ کرده. این راست است. راست است. عمر گوش کن پسرم. اون دوره که میدونی نیست عیب اکات بود. اکات چون که از سمت مقابل میآمد. پلید تو چی نقل داری؟ چی ها میگویی ها؟ دخترت حجت رانندگی نداشته است. با پلیس میرفتید فلاکت رخ داد میگفتید با من میآمدید با من. اما همتون جزایتون رو میکشید. شما رو هم دخترتان رو هم به حبس روان میکنم. نرس به من این را پیشتر فکر میکردید. ای بیشرف تو دینه در روی من خنده داشتی. ای سگ تو دینه در روی من خنده میکردی. پسرم گوش کن. چیزی که خواهی میکنم بگو. والله قسم هر چی که خواهی میکنم. مردنم رو میخواهی خوب با او هم خوب. با بالا برایم سلاحم رو گرفته با سرم دارم بعد پرانم. تو هم راحت کن من هم راحت. پسرم گوش کن. بین التجا میکنم از تو مرا یک بار گوش کن. دخترم بعد از آن حادثه در بیمارخانه با مثل یک دیوانه زندگی دارد. مادرش باشد پریشان. من همین خیر شدنش رو والله بالله نمیخواستم. اکات رو من با بیمارخانه بردم. قادر رو من با بیمارخانه آوردم. کاش که از این زیادش از دستم میآمد اما آخر چیکار کنم؟ تو اکم را با بیمارخانه نآوردی. تو او را در پیش بیمارخانه گذاشته رفتی. اما همش تمام شد. تمام. عمر والله که با مثل دانسته هایت نیست. در حقیقتمان خیلی نیست. بین ینگت هم امکت هم همش رو میدوند. حتی امکت وقتی خبردار شد ما رو بوغی کرد. بین ینگت هم امکت هم همش رو میدوند. امکم هم خبر دارد. عمر